من باور کرده تعیین میکنم سزاوار عزت و احترام در جامعه گشتن از من وابستگی ندارد. از هر کدام شما از قابلیت تشکیلاتچگی، آداب، کار و رفتار و کردارتان وابستگی، از خودتان وابستگی دارد. من هیچ کس نداشتم غیر پدر و مادر دیخانم. برادرم میخری زد که کار کردم. در کجایی بودم کار کردم. وظیفه من اجرا میکردم. بهانه نمیکردم. سرم در سنگ میزدم اجرا میکردم. زندگی هم بخیر میان میرود. تیز میرود. میگذرد میرود. شکرانه کنین. 100 تا جای کاری کن. 100 آیله صاحبی زندگی خوب میشه. نسل آینده ساز. ما بسپاریم اونا. ما نترسیم. ما بخیلی نکنیم. برعکس تربیه کنیم. دستگیری کنیم. راه را نشان دهیم. همه طرفه شرایط مهیا کنیم. فکر فرزندان مردم که دولت نکنیم. شکرانه کنیم که دولت داریم. برابری ابرقدرت ها یک آواز داریم. کی میشناخت تاجیکه؟ برای من اشاره به داملا امام خطیبا میکنم. مانعی نکنیم. با پیشرفت علم و تکنولوژی با ساحه علم و معارف مانعی نکنیم. برعکس چقدر دولت ما پیشرفته باشد، چقدر جوانان ما با سواد باشد، چقدر استعداد اختراعکارا، مهندسان، معمارا، دیگر دانشمندان، عالما داشته باشیم، همون قدر ثواب شما را میرسد. شرایط مهیا کنید که کودک سحرخیز دست روشه باغچه رود. عقلش پیش میره. مکتب در رفت، مکتب در علاقه آماده میشه. بینید مقایسه کنید خدا. همه طرفه پرسین رویم مکتب. آموزگارا را دستگیری کنین. جماعت دیات پرشینده حاضر مکتب با ساخته ایستادن. یک خانه برای 40 حجره ساخته ایستادن صاحبکارا. برای چی؟ برای آموزگارایی که از دیگر جا بیارن. کنکورس خطی انتخاب کنن بیارن برای که بچه ها را تربیت کنن بی سواد نمانند. وقتی که بچه ها با سواد شدن تاجیکا را در دنیا معرفی میکنن. نان شمیاب هم میخورن. در تاجیکستان در کجایی که باشد دو زبان دارد، کسب و هنری وی داشته باشد میآورد تمام. ملت با سواد شده رشته